سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو جدید در خدمتتون هستم در رابطه با بیشتر کردن شانس جعبه‌های بازی پابجی موبایل که راستش من خودم اصلا اعتقادی به این قضیه نداشتم، ولی خب دیشب دور و بر ساعت 3:30-4 بود که همینطوری گفتم بیام چند تا جعبه‌ای که دارم و از این طریق باز کنم و ببینم چی پیش میاد که خیلی سورپرایز شدم و واقعا دو تا چیز خیلی خفن با فکر کنم 6 تا جعبه بود که باز کردم بهم داد که واقعا یه جورایی برگام ریخت و گفتم که ویدیوشو آماده کنم و باهاتون به اشتراک بذارم، شما هم امتحان کنید. ایشالله که شما هم همینطوری که حالا منو سورپرایز کرد شما هم سورپرایز کنه. و لطفا قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. سوالی، نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید حتما توی بخش کامنت ها با هم در میون بذارید. سعی میکنم هر چه سریعتر جواب بدم. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. خب دوستان، ابتدا وارد مرورگر گوشی خودتون بشید و سرچ کنید دانلود برنامه آتو کلیکر که نسخه داخل گوگل پلی همون اولی است که توی صفحه میبینید، ولی نظر من رو میخواهید وارد سایت اول یعنی فارسترویک بشید و نسخه مد شده‌اش رو دانلود کنید، چون که دسترسی بیشتری دارید و یه جوری نسخه پرو هست دیگه. که حالا بعد از این که حالا نصب کردیم و یه چیزایشو بهتون نشون دادم، میرم روی ریکورد دیشب و نشونتون میدم که چطوری ازش استفاده کردم و تونستم آیتم‌های خیلی خوبی رو در بیارم. که حالا وارد برنامه میشیم و فضای این چنینی داره که حالا گزینه بالایی حالت سینگل هست، یعنی با فعال کردنش فقط یک نقطه رو براتون کلیک میکنه که حالا توی صفحه مثلا شماره گیری میریم و همونطور که میبینید در حال کلیک کردن روی یک نقطه هست. ولی خب حالا که برگردیم گزینه پایینی رو که فعال کنید، شما هر چقدر که بخواید روی گزینه مثبت بزنید بهتون اعداد مختلف میده که میتونید توی قسمت‌های مختلف صفحه بذاریدش و شروع کنه به کلیک کردن توی نقاط مختلف که این بهتر هست. و اگر هم بخواید اعداد رو کم کنید روی گزینه منفی بزنید، سریع دیلیت میشن به ترتیب. و اون گزینه پایین ستینگ هم که کلا برنامه رو میبنده از روی صفحه و ستینگش هم میتونید تعداد کلیکش رو توی حالا دقیقه کم و زیاد کنید، مثلا توی یه دقیقه 10 تا کلیک کنه یا اینکه مثلا 1000 تا. خب دوستان، کاربردش توی بازی هم مثل همونی است که بهتون نشون دادم. کافیه با حالت حالا فعال بودن برنامه وارد بازی بشید و شروع کنید اعداد رو روی اون نقطه هایی که دوست دارید بذارید تا شروع به کلیک کردن کنه. که الان من مثلا 4 موردش رو انتخاب میکنم و میذارم که شروع به کلیک کردن کنه و سپس جعبه رو باز میکنم که اینجا یه دونه پرمیوم کریدت بیشتر نداشتم و ببینید با همون یه دونه‌ای که انتخاب کردم چی بهم داد. و بعدش هم بریم 5 تا جعبه کلاسیک رو ببینیم که باز کردیم و چه آیتم هایی رو ازش کشید بیرون. خب دوستان، همونطور که میبینید فقط با یک جعبه هلمت رو کشیدم بیرون که واقعا هلمت خوشگلیه، طراحی خیلی خاصی داره و یه جورایی ساده و شیکه. که حالا این از جعبه طلایی که باز کردیم، میریم به سراغ جعبه های کلاسیک و انتخاب کردن انفور یخی و چند تا از آیتم های دورش که حالا اعداد رو میذاریم شروع به کلیک کردن کنه و ببینیم که چه آیتم هایی رو در میاره. البته دوستان، این ریکوردی رو که دارید میبینید مال دیشب ساعت 4 صبح هست و یه جورایی بدون صدا ریکورد شد و الان اگر بخوام ریاکشن نشون بدم نسبت به آیتم هایی که بیرون میاد، خب یه جورایی فیکه و دوست ندارم اینطوری ریاکشن نشون بدم. و اون دسته از دوستانی که حالا به تازگی به کانال ما اومدن اولین ویدیو رو میبینن، یه جورایی جا داره اشاره کنم که ما هر گونه اسلحه آپگریدی و یا آیتم های جذابی که به بازی بیاد با یوسی آنباکسشون میکنیم و ویدیوهای جعبه گشایی زیاد توی پیج هست. ترفندها رو هم خیلی زیاد پوشش میدیم. لطفاً یه سر به چنل ما بزنید و مطمئناً راضیتون میکنه و از ویدیوها لذت خواهید برد. و الان موزیک معروف جعبه گشاییمون رو پلی میدم تا با هم آیتم ها رو ببینیم که چه چیزایی رو ازش کشیدیم بیرون.
glad that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple steps. Everybody wanna do the same thing. That's why we're on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like